چه خوش صید دلم کردی به نازم چشم من. دیدین دور و بر اولای آذری یهو اسم اسپاتیفای خیلی پیچید. یه سریا گزارش اسپاتیفای منتشر میکردن، یه سریای دیگه هم مونده بودن که خبر جدیدی شده. هر سال این موقع‌ها نوبت به کمپین مارکتینگ معروف این قول پخش موسیقی میرسه و تو شبکه‌های اجتماعی حسابی وایرال میشه. قصه چیه؟ خلاصش اینه که اسپاتیفای با یه سری انیمیشن جذاب و فکت و فیگور میگه که چقدر به کی و چی گوش کردی و بیشترین زمان و سر چیا گذاشتی. شاید این فقط برای شما یه داستان درباره اعداد به نظر بیاد، ولی همین اعداد ساده وقتی با ابتکار عمل ارائه شدن یه کاری کردن که آدمو حس بکنن خیلی خواستن و خیلی خبریه. در واقع این خلاقیت و نوآوری اسپاتیفای چند تا عدد ساده رو به تصور آدما از شخصیت خودشون چسبون و اینطوری میلیون ها نفر رو جذب خودش کرد. اسپاتیفای رپت از زمان شروعش تونسته سال به سال توجه شنونده های بیشتری رو به خودش جلب بکنه. آمارا نشون میده توی بعضی سالا تعامل کاربرا با این کمپین 70% و محتوایی که دربارش به اشتراک میذاشتن بیش از 100% افزایش داشته. امسال که تاثیر این گزارش سالانه پاشو از تعامل دو طرفه خودش با مخاطبم اونورتر گذاشت و یه سریا حتی با زبون و قالب اسپاتیفای رپت دارن میم و محتوا تولید میکنن. این رویداد سالانه حالا دیگه فقط یه کمپین نیست، الان دیگه تبدیل به یه قالب فراگیر و یه زبون برای بروز خصوصیات فردی آدما شده. یه حدودی تا چند سال دیگه به جای صحبت درباره نتیجه تست MBTI آدما درباره اینکه چی بیشتر گوش میدن و اسپاتیفای چی صداشون زده با هم حرف بزنن.